یک سوال از دوستا هست که استاد، ما بعضی از طواغیت و جنودشان و یا علمایی که از طواغیت دفاع میکنند را تکفیر میکنیم به اساس کفری که ظاهرا از آنان میبینیم، اما بعضی ها میگویند که کار شما درست نیست، شما از قلب آنها چی میدانید؟ حکم اسلام در این مورد چیست؟ اهل سنت و الجماعت چگونه بالای مردم حکم میکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. برادر عزیز و گرانقدر، الله سبحانه و تعالی بر شما در دنیا و آخرت عزت نصیب بکنه. حکم بالای کسی که مسلمان است یا نیست، هم مسلمان شدن یک کس و هم مسلمان نشدن یک کس، یعنی کافر شدن یک کس به اساس ظاهر است. در اسلام حکمش به اساس ظاهر است. وقتی میگیم که به اساس ظاهر است، باید ما دلیل از قرآن داشته باشیم و دلیل از سنت داشته باشیم و دلیل از اقوال سلف صالح و دیگر علمای اسلام داشته باشیم. دلیل از قرآن، الله سبحانه و تعالی میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. ای مؤمنان، وقتی شما جهاد فی سبیل الله میکنین، فتبینوا، شما خوب تحقیق بکنین. ولا تقولوا و نگوین لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اگر یک کسی میاد مقابل شما مجاهدین و میگه السلام علیکم و رحمت الله، برای از او نگوین که مؤمن هستین. ببینین وقتی او سلام داد آمد پیش شما، پس معنای چی است؟ که او ظاهرش مسلمان هست. تبتغون عرض الحیات الدنیا، سوره النساء آیت 94 هست. و در احادیث دلیل ما چی داریم؟ در حدیث یک حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، در حدیث 391 صحیح البخاری، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من صلی صلاتنا، هر کسی که نماز ما را خواند، و استقبل قبلتنا، و از قبله ما استقبال کرد، و اکل ذبیحتنا، و ذبیحه ما را خورد، فذلك المسلم الذي له ذمة الله و ذمة رسوله. این مسلمان هست که برازو هم ذمه عهد الله هست و هم عهد رسول است، یعنی خون از او و مال از او و آبروی از او این در امان است. فلا تغفر الله فی ذمته فلا تغفر الله، پس شما الله را در ذمه از او خفه نسازید. پس اینجا نظر به این حدیث شریف چی هست؟ حکم به ظاهر میشه. امام مسلم در صحیح مسلم بابی را به این عنوان ذکر کرده، میگه که باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجه. ببینین امام مسلم رحمه الله در پالوی از که یک عالم محدث است، یک فقیه هست، استنباطات میکنه. وقتی یک بابی در کتاب خود ذکر میکنه، در این باب امام مسلم رحمه الله یک حکم شرعی را بیان میکنه. مثلا وقتی می باب الحکم بالظاهر، چی معنا؟ مقصد امام مسلم چی هست؟ امام مسلم میگه که یعنی در اسلام حکم به اساس ظاهر است، ما مکلفیت از قلب کس نداریم. به می خاطر وقتی که یک صحابی همراه یک کافر در میدان جهاد میکرد و او کافر کلمه خواند و این صحابی او را کشت، به این گمانه که این همین کلمه را غلط خوانده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که هلا شققت قلبه، آیا تو قلب از او را پاره کردی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این صحابی تعلیم داد و درس داد که ما با حساب ظاهر که یک کافر که کافر می باشه، وقتی که میای داخل میشه در بین مسلمان ها و کلمه شهادت میخونه و به ایمان خود اقرار میکنه، ما قلب از او را پاره نمیکنیم، بالا از او حکم میکنیم که این مسلمان است. و وقتی که همین شخصی که کلمه خوانده است و صراحتاً قول کفری را یا عمل کفری را میکنه، برش میگیم که این شخص کافر است. و در این باره که از باب الحکم بالظاهر، امام مسلم در حدیث نمبر 4 و حدیث 1713
عن ام سلمه، از ام سلمه ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ببین میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انکم تختصمون الی، شما پیش من برای عدالت خواهی شما مثلا دعوا میکنین، مدعی و مدعی علیه هست. این مدعی و مدعی علیه پیش کی میاد؟ پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه شما در یک مسئله یکی خصم دیگه قرار میگیرین، یعنی مدعی و مدعی علیه هستین، با هم دعوا دارین. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعد، شاید یکی از شما بسیار فصاحت خوب داشته باشه، بلاغت خوب داشته باشه و بر مردم قناعت بده بسیار خوبش، و او جانب مقابلی که امرای ازی هست او بیچاره زبانش بند میشه یا بیچاره تحصیل کردن زیاد نمیفهمه، از این خاطر او بیچاره دلایل نداره. فاقضی له، آل رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه فاقضی له علی نحو مما اسمع منه، میگه من در مورد از او قضاوت میکنم به اون شکلی که از اون میشنوم، دلیل ازیره میشنوم. یکی بیچاره نمیتونه دلایل بگویه و این دیگهش فصاحت و بلاغت داره و دلایل میگه و خوب هم تو حجت داره و مثل وکیلای مدافع هم تو خوب میتونه که خوب ریزی لوکس نوشته بکنه و خوب گپا و جمله بندی و ترا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فمن قطعت له من حق اخیه شیئا، اگر ما به اساس امی دلایل غلطی که تو پیش کردی به حساب فصاحت و بلاغتت ما چیزی از حق برادر تو رو بر تو دادم، چرا تو فصاحت داشتی دلایل گفتی. من پیغمبر هستم، علم غیب ندارم، به حساب ظاهر دلایل من گرفتم امی حق بر تو دادم. سر زمین اردویتان دعوا داشتین، من امی زمین گرفتم گفتم بر تو باشه. میگه اگر من فیصله کردم حق یک برادرشه فلا یأخذه، ای باید نگیره، فانما اقطع له به قطعه من النار، ما در مقابل می چیزی که برازی دادیم برازی یک قطعه آتش دوزخ دادیم. یعنی اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما به ظاهر فیصله کردم، قلبش و باطنش به الله تعلق داره و چون ما فیصله کردم به ظاهر و تو میفهمی که از فصاحت و بلاغتت استفاده کردی و ما که پیغمبر هستم علم غیب ندارم به اساس ظاهر فیصله کردم، بنابراین اگر تو در مقابل ازی زمین یک کسر یا مال یک کسر به ناحق میگیری، در حق باز نگو که پیغمبر بر ما فیصله کرده، این قطعه از آتش دوزخ است، چرا ما به ظاهر فیصله کردیم و تو در باطن در قلبت خودت میفهمی که این حق تو نیست. امی قسم حدیث چی هستن 5 و 1713 صحیح مسلم است، عن ام سلمه زوج النبی صلی الله علیه و سلم سمع. خب این هم درباره می خصم و ایگپا هست، این زیاد در این باره روایت است. علامه ابن کثیر در کتابش مسند امیر المؤمنین ابی حفص اقوال سلف چی دلیل داریم، مثلا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، اینجا علامه ابن کثیر یک کتاب نوشته کردن مسند امیر المؤمنین ابی حفص عمر ابن الخطاب رضی الله عنه و اقواله علی ابواب العلم. تعلیف کی است؟ تعلیف ابو فدای اسماعیل ابن عمر ابن کثیر قریشی بصری دمشقی متوفی 774 است. بعد از اینکه قول عمر رضی الله تعالی عنه را ذکر میکنه، قول عمر رضی الله تعالی عنه را در کجا ذکر میکنه؟ که عبدالله ابن عتبه یک چی است، اول قول باید ذکر بکنیم که عبدالله ابن عتبه ابن مسعود میگه که سمعت عمر ابن الخطاب، میگه من از عمر ابن الخطاب شنیدم. این در چی است، امام بخاری روایت کرده در حدیث 2641 میگه یقول ان ناسا كانوا یؤخذون بالوحی فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر رضی الله عنه میگه که یک تعداد مردم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس وحی و ان الوحی قد انقطع، آل عصر ما که هست وحی قطع شده، چون وقتی عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین شد اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرده بود و وحی قطع شد بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت و ان الوحی قد انقطع و انما ناخذکم الان بما ظهر لنا من اعمالکم. حال ما شما را با چی میگیریم؟ بما ظهر لنا من اعمالکم،
چیزی که از اعمال شما ظاهر میشه برای ما به قلبایتان نمیگیریم، از ظاهر دیدم که چی کار میکنین، ظاهر چی هست، ما با اساس اون فیصله میکنیم. فمن اظهر لنا خیرا امناه و قربناه، اگر کسی برای ما ظاهر کرد نیکی را، ما او را امنیت میتیم، او را به خود نزدیک میسازیم. ولیس لنا من سریرته شیء، داخل قلبش و ای که چی از سر رو پد کرده ما با او ارتباط نداریم. الله یحاسبه فی سریرته، الله ای را محاسبه میکنه در آنچه که ای در سر، در پوشش پتی یا مخفی چی داره در قلبش. و من اظهر لنا سوءا، و هر کسی که برای ما اظهار کرد یک زشتی را، لم نأمنه و لم نصدقه، ظاهرش که دیدیم که زشت است و غلط است، ما او را باز امنیت هم نمیتیم و تصدیقش هم نمیکنیم. و این قال ان سریرته حسن، اگر چی بگه یک والا داخل ما خوب است و قلب ما خوب است و قلب ما پاک است، نه خیر، قلب پاکت الله میفهمه. ما فیصله میکنیم به اساس چی؟ به اساس ظاهره. اخرجه البخاری، امام بخاری در کتاب شهادات باب شهداء العدول در جلد 3 صفحه 169 و شمارهش هم 2641 است. خب آل امی قول عمر رضی الله تعالی عنه را علامه ابن کثیر دمشقی چی میگه؟ باز این قول ذکر میکنه و فیه دلالت علی الحکم بالظاهر. امام ابن کثیر رحمه الله میگه که این دلالت میکنه که حکم به اساس چی است در شریعت اسلامی؟ به اساس ظاهر هست. در کجا گفته این گپه؟ در مو کتابی که من خدمتتان گفتم که مسند امیرالمؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه و اقواله علی ابواب العلم، تألیف ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر قریشی بصری ثم دمشقی، متوفای 774، تحقیق عبدالمعطی قلعجی، دار نشر دارالوفا المنصور در مصر چاپ شده، الطبعة الاولى و جلد 2 صفحه 543. دوستای عزیز، وقتی که شما سوال میکنین، سوالتان وقتی کسی جواب میده باید آیت قرآن براتان بیاره، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاره و سخنای علما رو بیاره. وقتی گفتیم که حکم در اسلام به اساس ظاهر میشه، ما از باطن و قلب کس محاسبه کس را نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که آیت قرآن است، حدیث رسول الله هست، قول سلف که عمر رضی الله عنه از سلف صالح است و قول امام ابن کثیر که از جمله علمای معتمد اسلام است. قال النووی میگه چی میگه؟ القاعده المعروفه فی الفقه والاصول. امام نووی را میشناسن کسایی که طلاب العلم هستن، اینا وقتی من نامای کتابا رو میگیرم اونا میفهمن، از ما که عالم تر هستن. و ما وظیفیم چی هست؟ وقتی که از ما سوال میکنم من فتوا نمیدم، من وقتی که اقوال علما را پیدا میکنم به اساس از این اقوال علما را بر شما میگم در جواب سوال ها، و سوالایی که جوابش یاد نداشته باشم نمیگم. ایناله اینجا امام نووی چی میگه؟ القاعده المعروفه فی الفقه والاصول، قاعده معروف در فقه و اصول چی است؟ ان الاحکام یعمل فیها بالظاهر، احکام اسلامی یعمل فیها بالظاهر، حکم میشه به اساس ظاهر. یک کسی را دیدیم که قتل کرد، قاضی او را میره حکم قصاصش میده، دلایل ظاهری را میگیره. ای که در قلبش نمیخواستی قتل بکنه، ای که قلبش چه قسمی بود والله اعلم، او را باز الله در روز قیامت فیصلش میکنه. والله سیکو امام نووی میگه القاعده المعروفه فی الفقه والاصول ان الاحکام یعمل فیها بالظاهر والله یتولی السرائر. سرائر داخل قلب مربوط کی هست؟ او را الله سبحانه و تعالی محاسبه و حساب میکنه، متولی از الله هست. در کجا هست دیگه؟ در کتاب شرح مسلم، شرح صحیح مسلم از امام نووی در جلد 2 صفحه 107. امام نسائی را هم کلگی میشناسن که کتاب چی داره؟ کتاب سنن نسائی میگه، او هم میگه که الحکم بالظاهر، چی؟ یک عنوان داده در کتابش، و او هم امی حدیث ام سلمه را ذکر میکنه در اینجا امام نسائی. و قال ابن تیمیه، امام ابن تیمیه رحمه الله، این هم کلگی میشناسن، شیخ الاسلام ابن تیمیه را میگه ان الایمان الذي علقت به احکام الدنیا، ایمانی که احکام دنیا درباره از او معلق است یعنی حکم میشه، هو الایمان الظاهر، ما ایمان ظاهریش میبینیم. یک کس دیدیم که ظاهرا کلمه میخوانه، نماز میخوانه، عبادات الله را میکنه، در نواقض ایمان داخل نیست، میگیم که اینمی مسلمان هست. حکم به چی میشه؟ به ظاهر میشه. و هو الاسلام.
فالمسمى واحد فی الاحکام الظاهره. میگه نه ایده کدام کتاب است؟ کتاب الایمان از امام ابن تیمیه صفحه 325. و همین قسم امام ابن تیمیه رحمه الله میگه الایمان الظاهر الذي تجری علیه الاحکام فی الدنیا. ایمان ظاهری که بالا احکام دنیا بالای ازو میشه، لا یستلزم الایمان فی الباطن الذي یکون صاحبه من اهل السعادة فی الاخره. او مربوط بس مستلزم ایمان باطنی نیست، به خاطر از اینکه باطنش الله میفهمه. حتی یک کس مثلا میگه کلمه میخونه و نماز میخونه و عبادت میکنه، ما دیگه مکلفیت باطن از او را نداریم. اگر منافق است و مسلمان نیست و کافر از داخل خود، الله متعال او را در روز قیامت محاسبه میکنه. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگه ان من اظهر التوحید من اظهر التوحید والاسلام، میگه هر کسی که اظهار کرد توحید و اسلام را، وجب الكف عنه، در او قسمت باید دست از او بگیری، الا ان یتبین منه ما یناقض ذلك، تا وقتی که برای تو معلوم شود که مناقض از که یعنی امی ایمان از را مشکنانه و نواقض ایمان دگانه مشهور هست. ایده کدام کتابش است؟ کشف الشبهات صفحه 48 است. و به می قسم امام شاطبی رحمه الله در کتابش به نام موافقات میگه فإن اصل الحکم بالظاهر. ببینین بعضی کسا باز میگه والا همین استاد دایی که از کل چیزا رو از دل خود میگه. از این خاطر ما هیچ چیز نمیخوایم که از دل خود بگویم، میخوایم که همین کلش براتون بگویم. اینال شما اگر جنجال دارین کت ابن تیمیه دارین، اگر جنجال دارین کت امام شاطبی دارین، اگر جنجال دارین مشکل دارین کت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارین، و اگر مشکل دارین امرای آیات قرآن عظیم شان دارین. او رو بازی که الله کتتان در روز قیامت محاسبه میکنم. ولی من اقوال علما رو اینه براتون میگم. امام شاطبی رحمه الله در کتابی داره به نام الموافقات. کتاب موافقات امام شاطبی مشهور است، کسایی که اهل علم هستن میشناسن. فإن اصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الاحكام خصوصا وبالنسبة الى الاعتقاد في الغير عموما ايضا. امام شاطبی چی میگه؟ میگه اصل حکم به ظاهر، میگه مقطوع به في الاحکام، در احکام خصوصا به ظاهر حکم میشه، به ظاهر یک کس حکم میشه. و بالنسبه الى الاعتقاد فی الغیر عموما، به اعتقاد داشتن درباره دیگرها هم که از عموما. ما سرکی اسلام میگیم کسی که کلمه خواند، کسی که نماز خواند، من کسی که کلمه خواند و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا، خلاص میگیم اینمی شخص مؤمن است. فإن سید البشر صلی الله علیه و سلم، میگه ببینین امام شاطبی میگه سید البشر کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. مع اعلامه بالوحی، با وجود از اینکه بر از او وحی میامد و خبرش میکرد، یجری الامور علی ظواهرها فی المنافقین و غیرهم، در مورد منافقین دیگرها حکم چی میکرد؟ ظاهری میکرد. وقتی که یک نفر میامد کلمه میخواند و در صف مسلمان ها داخل میشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به مظاهرش حکم میکرد. و این علم بواطن احوالهم، اگرچه بر از این خبر هم داده میشد که بواطن از اینها چی قسم است، لکن حکم این گپ امام شاطبی هست. ولم یکن بذلك بمخرجه عن جریان الظواهر على ما جرت علیه. این میگه ای است الموافقات، تالیفی کی است؟ ابراهیم ابن موسی ابن محمد اللخمی غرناطی الشهیر به شاطبی در سال 790 هجری وفات نموده. و تحقیق ابو عبیده مشهور ابن حسن ددار ابن عفان طبعی اولا جلد اول صفحه 467 است. در موضوع عقیده که اینجا مجموعه از باحثین هستند و در رأسشان شیخ علوی ابن عبدالقادر السقاف است، این هم میگه در موقع الدرر السنیه میگه احکام الدنیا و هو الحکم بالظاهر من حیث الاسلام و الکفر. این هم میره میگه اینجا دلایل اینمیا کلشان و در موضوع عقیده بود و صفحه جلد 6 217. خب در مکتبه شامله. پس حکم به اساس چی میشه؟ به اساس ظاهر میشه. و همین برادر محترم ما که سوال کردن و گفتن که اگر یک نفر کفرش میبینی که صراحتا کفر میکنه و باز بعد از این میگه که تو از قلب چی خبر داری، والله اونم با ظاهرش دیدیم. وقتی که دیدیم یک نفر
به بت سجده میکنه و یک نفر مثلا عمل کفری را میکنه که کفرش ثابت است و شیار همه چیز است، ظاهر خلاص اونمو حکم علما میگن به اساس ظاهر میشن. والله اعلم. خب سوال دیگه از دوستای ما است که یکی از برادرای ما میگه که استاد نصیحت برای برادر از کشور تاجیکستان برای من نصیحت بکنید. برادر عزیز، امروز در درسی که من خدمتتان گفتم درباره رمضان، همین نصیحت از بازم براتون میگم برادر عزیز. نصیحت چی هست؟ نصیحت این هست که اول شما ارکان کلمه لا اله الا الله را خوب یاد بگیرید. یک نصیحت است. شروط کلمه لا اله الا الله را یاد بگیرید و تعهدات کلمه لا اله الا الله را یاد بگیرید. وقتی که همین سه چیز خوب یاد گرفتین و در مغزتان جا نشین شد که لا اله نفی معبودان باطل چه قسم میشه، نفی تواغیت چه قسم میشه، تواغیت چند قسم هستن و این تواغیت چه قسم نفی باید بکنیم و اثبات الوهیت و اثبات حکم برای الا الله برای الله بکنیم و محمد رسول الله این رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول بکنیم و 7 شرط کلمه لا اله الا الله را با وجود خود را تطبیق بکنیم. ان شاء الله تعالی یک نصیحت. از دوم نصیحت است که دوست عزیز برادر محترم فکرتان باشه که شما تاجیک ها که هستین در طول زیاد وقت چی بوده در این مملکت شما؟ اول روسا و مثلا سیوسکا سیوزنا میگفتن، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، شما او را سیوسکا سیوزنا میگفتین. اینا که اصلا بسیار فشار داشتن و مردم تاجیکستان را نمیگذاشتن و تا امروز مشکلات در کشور شما هست. اونجا درباری ها بسیار زیاد است که حتی پشت ما را هم گرفتن، یگان دفعه نامای ما را میگیره که یا استاد صاحب ظاهر دایی نام داره. شما کوشش بکنید. نصیحت ما برای شما است که برادر محترم، انما المؤمنون اخوتون، ما و شما برادر یکی دیگه هستیم و انی احبکم فی الله، شما تاجیک ها را به خاطر الله دوست دارم. اینال شما کوشش بکنید که تعصبات قومی را که مطرح میکنن، قوم پرستا زبانی را مطرح میکنن، زبان پرستا سیاسی و مذهبی و اینیا را به یا مبتلا نشین، چرا بزرگترین فتنه ها اینا هستن. سوم نصیحتی است که تحت تاثیر جنگ فکری نرین. جنگ فکری چه قسم است که یک تعداد از ملاهای درباری چرب زبان یا یک تعداد فیسبوکی ها و یک تعداد اینمی چی میگن دمی چیزا که هستن تیک تاکی ها، اینی تیک تاکی ها که هستن یا به شکل از اشکال شما را میخواین که گمراه بسازن، به ضد مجاهدین یا هستن، به ضد جهاد اینا هستن، به ضد اسلام اینا هستن، غلام و نوکری اینا میکنن. کوشش کنین که تحت تاثیر جنگ فکری نرین. چه قسم میشناسین یارا؟ گپ های 5 سال پیش شام بشنو از هر کسه، 5 سال پیش شام بشنو آلش هم بشنو. اگه گپ 5 سال پیشش کارکت گپ های آلش یک قسم بود، معلوم میشه که این مسلمان خوب است. اگر امایی که دید که نه پاچا تبدیل شد، گپ از هم تبدیل شد، رئیس جمهور تبدیل شد، گپ از هم تبدیل شد، این چی میکنه؟ لحظه به لحظه تبدیل شده میره و تغییر شده میره و به نفع از این که چی است. یا حزب پرست است، حزبش تبدیل شد، یا قوم پرست است، قومش تا وقتی که قومش مثلا در قدرت بود، این دیگه بسیار اگر کافر بود اگر بیدین بود بسیار رو تایید میکنه، اگر باز قومش نبود باز او را رد میکنه. این از اینی چیزا خدا از درباری و از رسانه های بیدین و از کسایی که گمراه هستند، اگرچه زبانشان بسیار شیرین است خب قلبایشان از زارم بدتر است. دیگه برادر چهارمی نصیحت می از برادر عزیز، شما از او عالم، از او استاد، از او دعوتگر تعصب نکنین که فلان یکی رو اختیار کنین خلاص بگین امید خوش دارم. نه، گپ هر عالم، هر دعوتگر و هر کسی که با قرآن و سنت موافق باشه این قبول بکنین. اگر گپش مخالف قرآن و سنت بود رد بکنین، هر کس باشه. تو نگوین که والا من این استاد دایی رو خوش دارم هر چی که گفت. نه، گپ استاد دایی رو با قرآن و سنت مقایسه بکن. دیدی که با قرآن و سنت برابر از خوب نبود، گپ مرا در دیوال بزن، سپر، هیچ گپ اعتبار ندارن. جزاکم الله خیرا. سوال دیگه هست که یک برادر ما گفته بود اما اسکوت نوت مثلا SCOUT ما ریافتن نتانستم. یا برادر وقتی که ریافتن نتانستم دیگه چی براتون بگم. سوال دیگه از دوستای ما بود، میگه 3 سمبل ظلم میشناسیم. 3 سمبل ظلم میشنویم که زور و زر و تزویر است.
مثلا میگویند که موسی علیه السلام با این 3 سمبل ظلم مبارزه کرد. این مطلب را کمی تشریح کنین. دوستای عزیز، در عصر 3 طاغوت خطرناک است. این سمبل های چی میگن؟ یکی زور است، یکی زر است، یکی تزویر است. زور کسایی است که قانون ساز است. مثلا در عصر موسی علیه السلام فرعون سمبل زور بود. این از گلون مردم میگیره، خفکت میکنه، بندی میکنه، عالما را میگه که گپ مخالف ما گپ زدی میکشمت. زندانهایش ببینی از علما پر است. فقط برای خود چی پیدا میکنه؟ کسایی را پیدا میکنه که برای دنبک بزنه و فقط تسلیم از او باشه. این سمبل زور است، فرعون هست. و هر کسی که مثل فرعون واره، چی پادشاه باشه، چی رئیس جمهور باشه، چی سردار یک قوم باشه، چی رهبر یک قوم باشه، چی رئیس باشه، اینی سمبل زور است که ضد شریعت الله مردم حکم میکنه. سمبل زر چی هست؟ کسایی هستند که او ظلم سیاسی هست. فرعون سمبل ظلم سیاسی هست. ظلم اقتصادی کی هست؟ کسایی هستند که اینا مالدار هستند، جیبهای مردم در دست خود گرفتن. اینا این به دست خود گرفته و مردم اجازه نمیتن که مثلا به حلال مال پیدا بکنن. این سمبل ظلم اقتصادی هست که در وقت موسی علیه السلام کی ممثلش بود؟ قارون بود. این قارون که بالاخره وقتی که فرعون الله در دریا غرق کرد، موسی علیه السلام قارون هم دعا کرد، گفت یا الله ایره هم امو قسم مثل فرعون اون دمی خاک دو توته کرد دمی زمین، الله متعال این در خاک غرق کرد. و موسی علیه السلام گفت که زمین دارایی و پیسایش هم کرد، چیزی که باز مردم نگوید که این موسی را غرق کرد، پیسایش برای خود گرفت، وایش هم در پشت سرش غرق کرد. این سمبل چی بود؟ سمبل زر یا ظلم اقتصادی. و تزویر که هست، ای چی هست؟ یک کسی به نام بلعم باور. این بلعم باور همو درباری که به نفع فرعون و به نفع ظلم اقتصادی و ظلم چیز، این فکر مردم خراب میکرد. احتیاط کنین، یا تکفیری هستن، احتیاط کنین، یا خوارج هستن، احتیاط کنین، یا تروریست هستن، احتیاط کنین، یا وهابی هستن. روز به روز کلمات پیدا میکنه. این چیز تزویر هست، یعنی فکر ای چی است؟ این ظلم فکری هست. فکرها و اندیشه های مردم خراب میکنه. اشکو گپ از اینا را گوش نگیرین. این تمام روز چشته اینمی کارش است و اینمی وظیفه‌اش است. پس زور، زر و تزویر، این همیشه هست. موسی علیه السلام در مقابل ارسه از این سمبول ها مبارزه کرد، کل از اینا را نابود کرد. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در وقتش زور کی بود؟ ابو جهل. زر همین دار و ندوه، کسایی که اینا بودن که پولهای زیاد داشتن، سرمایه دارا بودن در اینجا، مثل امیه ابن خلف که مثلا غلاما رو میخرید و در سر شکم بلال رضی الله عنه سنگ میگذاشت. و تزویر کی بود؟ تزویر اونمو ولید ابن مغیره بود که پیش پیغمبر میامد که ای پیغمبر اگر زن میخوای برای زن میتیم، اگر دختر جوان میخوای، این خانم تو 60 ساله هست، این چیزی چی میکنی؟ بیا که ما برای تو یک خانم از 20 ساله و 25 ساله از هر قریه برای تو یک خانم بگیریم، بیا که برای پیسه زیاد بتیم، بیا که برای این سمبل چی بود؟ این تزویر بود که میخواست با جنگ فکری ذهنیت پیغمبر و ذهنیت صحابه و ذهنیت دیگرها را خراب بکنه. این در اصل ما و شما هم در اصل اینا هستن. خب یکی از دوستا یک کلیپ فرستاده بود، گفته این کلیپ شما ببینین، با سرازی تعلیق بکنین. والله اون کلیپ چی هسته؟ کلیپی است که در اون کلیپ که من دیدم 3 نفر شیخا را نشان میده، 3 نفر شیخا و 3 نفر هم شیخای دیگه هستن. باز این 3 نفر اینا چی میکنن؟ امور روافض برادر خود میخوانن و این 3 شیخ دیگه باز گپای از اینا را رد میکنن. خلاصه ایشون هم قسم است دیگه. دوستای عزیز باز شما میتونین که چیز کنین.